میخوای داینده چی کاره شوی بخوای؟ داینده دیگه میخوایم خرکار شو. خب داینده میخوای چی کاره شوی خی؟ خرکار. خرکار شوی. داینده میخوای چی داشته باشی؟ اینمو شهر داشته باشم. کارهای از این که تکر است سالم. آرسی میکنی؟ آرسی نه. تا که پیسه دار نشنم. پیسه دار که شوی باز که تو کی آرسی میکنی؟ هر کی که دادم برابر شد. نگوی خر. نه. کل کار از او رقمیسته. خب سراب جان آفرین تست. مگه بچه می کار بکنی مکتب تا بخوان خرم خواست خر باشه خر هر وقت بخوای پیدا میشه مگه باز کلان شوی درس پیدا نمیشه دیگه باز ناوقت میشه دیر میشه درس بکن بخیر که یک جای انجینر شوی دکتر شوی پیلوت شوی خبرنگار شوی کامپیوتر کار شوی یک جای صحیح است کالای پاک ستره بپوشی یک جای بری مامور باشی پیسه دار میشی باز اگه بسیار شوقی خر بودی خرم داشته باشی گپ خوب زدم یا نه مکتب میرم پاس که آمدم 4 بجه از مکتب میایم در خرکاری. در خرکاری من میگم بیشک تا چاشنان خوردی؟ چاش تا چی خوردی؟ چپس خوردم. چپس خاو بودم. خاو بودی؟ نه نخوردی؟ نه باز خیستم چیز. آفرین صحبت داشتیم با یک خرکار به صحیح دیگه نه؟ حالا یگان تو با چیز نگویا نه؟ نه بیخی خوب کپ است بیخی خوب نه هم خودش خرکار است هم بچه خرکار است ما از غریبی هیچ وقت ننگ نمیکنیم کوشش میکنیم که یک لقمه روزی حلال خانه خود ببریم ما در این فکر نیستیم که خرکاری سی کار است در فکر از این گپا نیستیم وقت فامیلم کارام باشه مگه هر چقدر آرام باشیم به ما فرقی نمیکنه اولادم آرام باشه فامیلم آرام باشه چون که و چشمش دم است هر مردی که است چشم اولادش در چشم طرف پدر است که پدر چی میکنه وقتی که اگه ما نکنیم سیاست رو ما چی کنه بیاده آفرین